افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. امشب من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه عجایبی ثوابی نیم تن نان را میخوانم. آماده اید؟ بود نبود در یک ده مردی بود. اولی هر بهار زمانی که برف آب میشد و آب زمین میپرید، جفت میراند و زمین شدگار میکرد و دان میپاشید. تابستان گندم میدروید و خرمن میکفت و حاصل میبرداشت. همین خیل روز میگذرانید آن مرد دهقان. باره نوگی سپارش در مغز زمین با یک چیزی سخت برخورد و درماند. مرد دهقان این چی باشد گفته سپار را بیرون کشید و زمین را کافت. روی صندوقچه نمایان شد. اوه، ای کاش در درونش چیزی قیمت بها باشد گفته صندوقچه را بالا کشیده با یک سو گذاشت. در بینی صندوقچه کلید آویزان بود. شتابان قلف را گشاده سرپوش صندوقچه را برداشت و شخ شدمان. در درون صندوقچه کلچه زده مار خوابیده بود. تا مرد دهقان به خود آمد که مار سر برداشت و بالا شد و به او چسبید و به گردنش پیچید. دهقان تمام آوازش را سر داده فریاد کرد. در آن صحرای ناپیدا کنار کسی آوازش را نشنوید. بعد از دور چنگ نمایان شد و صدای پای اسبان به گوش رسید. 5 عسکری سواری اسبی مست شمشیرهایشان را بازی دارانده پیش آمدند و گویا نخست دهقان را دیده مانده باشند گفتند: ای مرد، چرا این مار به گردنت پیچیده است؟ دهقان واقع شدگی را گفته داد. نترس، حاضر ما تو را خلاص میکنیم گفته عسکران دهقان را پیچانده گرفتند. هر اندازه که آنها نزدیک می شدند مار گلوی دهقان را سختتر می فشرد. دهقان درد کشیده فریاد زد: عقیب روید که این مار مرا خفه کرده می کشد. عسکران قدر عقیب رفته بودند که مار خلطه شد. دهقان نفسی سبک کشید. عسکران دیدند که کار کردن نمی توانند. به دهقان بیچاره خیرباد گفتند و به راه خود رفتند. دهقان چی کار کردنش را نمی دانست. به جز داد گفتن علاجی دیگر نداشت. مدتی گذشت و باز از کجای 30 نفر عسکری سوار اسبان مست شمشیرهایشان را بازی دارانیده رسیده آمدند و دهقان را دیده گفتند: ای مرد، چرا این مار دراز به گردنت پیچیده است؟ دهقان واقع شدگی را گفته داد. 30 عسکر حاضر ما تو را خلاص میکنیم گفته دهقان را پیچانیده گرفتند. هر اندازه آنها نزدیک می شدند مار گلوی دهقان را سختتر می فشرد. باز دهقان به درد آمده درد کشیده فریاد زد: عقیب روید آه که این مار مرا خفه کرده می کشد. عسکران قدر عقیب رفته بودند که مار خلطه شد. دهقان
نفسی سبک کشید. این 3 عسکر هم دیدند که کار کردن نمیتوانند. به دهقان بیچاره خیرباد گفته به راهی خود رفتند. دهقان ترسان و حیران و هراسان چی کار کردنش را ندانسته ایستاده بود که ناگاه پسرکی پیدا شده پیشش آمده پرسید: ای بابا، چی شد؟ چرا این ماری کلان به گردنت پیچیده است؟ دهقان واقعی شدگی را گفته داد. دروغ نگو بابا، گفت پسرک. این مار این قدر کلان، صندوقچه این قدر خود ترکو. بعد پسرک راست به چشمان مار نگاه کرده گفت: هیچ ممکن نه که تو مار این قدر کلان در درون این یک صندوقچه مایدهک غنجیده باشی. مار گویا گپی او را فهمیده باشد، یک تاب خورده گردن مرد دهقان را سر داد و فشخش زده برآمده به صندوقچه در آمده کلچه زد. پسرک سرپوش صندوق را تقی پوشید و قلفش را محکم کرده به بابای دهقان داده گفت: ادا جانتان خلاص شد بابا جان. صندوقچه را گر کنید و دیگر هیچگاه بیرون نکشید. دهقان حیران شده گفت: ای پسر، اول 5 ثانی 30 عسکری شمشیرهای برهنه در دست اینجا آمده گردی مرا پیچانده هیچ کار کردن نتوانستند و تو از کجا پیدا شدی که جانی مرا خلاص کردی؟ بابا جان گوش کنید، گفت پسرک. آن 5 عسکری سواری اسبان مست و شمشیر در دست ثواب 5 وقت نماز شما. آن 30 عسکر ثواب 30 روزه شما بودند. من ثواب نیم تا نانی هستم که یک زمان شما سر یک یتیم بچه را سیله کرده به او داده بودید. پسرک این گپ را گفت و در پیش چشمان بابای دهقان ناپدید شد. بابای دهقان دانست شما هم اصلکانی بیبی بدانید که در این عالم از نیکی و مرحمت آدم به کسانی محتاج و بینوا زورتر ثواب نیست تا می توانید خوبی کنید و کار ثواب. انا اصلکانی بیبی. این بود افسانه ثواب نیمت نان. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برام